عباس عباس بله. وقتی که وقت نماز وقت رمضان وقتی که وقت نماز وقت يلا گیلا وقت نماز وقت که نماز بدونش وقت نمازه وقت دیگه رمضان بله. رمضان اول نخستی وقت نماز عباس وقت نماز بله نماز بده اما نه خیلی شدیم اینجا تسترمت یا من رو نخسته گیلا مرگ وقت نمازه نماز قضا شد وقت دیگه توشون برای جیخ کوبالی از اینا وای چی خیلی ها زمانت اینو جیخ کو نماز میان بخونه نماز میخونم با مسجد نمیان این روزگار بدبختی رو بدیدیم توشون گیلا آمراز تا به کی طور جیخ کنم روز بزد کو میگم من شما جیخ کنم که بیام خونه نماز کنی یا با مسجد بیایی خدا دست نماز گرفتم دیشت به خونه خوندم ای به تنی خانه خوابه با هرچی جر کن درمو نمیکنه ای حالا کن وقت چی به درد نمیخوره روز بزد کو گیلا ام در کو واکو چه وقت میخزی دیگه چی رقم آدم یه ای تو تنبره لا اله الا الله محمد خدا نسیم در والدی بشکنی بری یه سر سوتا کنی میجی چی خود تنه کدری نام خدا فکر بیا اینجی یک دقیقه بیا اینجی گیلا نمیشنوی کاری نه با تو شیطان لینا کافر اگه برخستاده ایرم در ولی ازی واکده ایرم تا زدن بکنه که تا زمان زنده باشه بیاد ازی باشه چرا میای گیلا مثل کار مرگی چیه بابا آخه هوا یخه بابا چرا اینطور میکنی؟ تو بیا یک دقیقه هوا یخه تو نشون میدم میگم بیا تو یک دقیقه بیا که تو بگم
تو از این عباس هم میمونی تنه خطوطی قد تونم خدا رزینی دوزایه تو از این رمضان هم میمونی به می اول اختص نماز گرفتم نماز خوندم تو قرار خوی تو چه فکر داری به اول زندگی خوب حالا که چی نمیگم برو خوی شو دم چای خوردم به تو کار دارم برو خوی شو دیگه برو حالا که روز بزد دیگه چی سعی میکنی تحریمه وای 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 توشی هم با خیرت ما این که با خیرت با خود خوب داریم بباریم گیلا بیا اینجی چای بخوردی؟ بله چای بخوردی؟ بله چای خوردم میگو بچه جان از این ساعت از این دقیقه از این ثانیه دیگه نه زن تولمان ببینم نه خود تولمان ببینیم بچه تو تیز بخدم بریم 4 طرف تو قبله مردی بیشتر دیگه بچه نممکن تانی تو خورد یک گومیشیه این سیکو یک امروز که به جماعت نرفته دیگه هر روز خونه به نماز میره رمضان میره فرضون تو چیکار شده که نمیری از این ساعت بعد از اون خونه و سراغ خونه باید بدرشی بچه جان دیگه طور نمون که می سراب یه چهره طور نمون که ببینم خلاص تو بگو خب بابا نماز که خاطر سو خیو دارم چه کاره؟ وقت گپ بکنم خیو دارم من بابا کار؟ چی بعده؟ من بیتو بچه بی نمازم ما چکار کنم؟ مردم ما چی میگه؟ مردم هر مردی بگه مای نگه من چی کار دارم؟ من مردی که 5 وقت نماز کنه یه تنی ازی فقط گرمیشه میمونه وقت زن خواهر بردم وقت ببی جوتم برو خودی مدر وقت زن برو کجا بریم؟ وقت زن بریم به هر سرزمینی مایی برو خونه خساره خو میری خونه خواهر خو میری به هر جا که مایی برو سرای کارا میکنی و هر کار میکنی وقت زن دم روی ترش وقت دیگه تور کباب خاطر که من نماز نمیخونم بابا خود دیگه وقت کمی نمام که تور ببینم آدم بی نماز نمام که ببینم بگم میفهم یا نه وقت دیگه از اینکه تور نزدم سر شده من نماز که شما نمیخونم وقت نگم وقت خوخرم تیایی نده که تور کباب میکنم وقت دیگه برو وقت بده کس بده من جوتا میشی این کار یک دفعه تونه 2 دفعه تونه که سال بام 12 ماه مکسر بام پشت در خونه تک تک میکن وقت گیل وقت برو نماز خون تو هیچ وقت تو نماز نخوندی تو چی با آخرت نمایی تیز برو زن خورده برو بده بابا آخه بعد همین خسور گیلک چی میگه؟ با قبرستان که هرچی که میگه بعد دیران خرج دادن حتی نیست ری کردنی بابا ما که نماز میکنم چرا شما ایتی میکنیم؟ مرگ چی گپه نی تو نماز میخونی هم شوی تو نماز میخونه تا به کی بگم زبان نمو بازر کرد میخونی کاکا جان اشتباه مرگ میخونه چی میخونی یک قدم بدی خونه نمیستیم زنشو تز میریم برات کار خو میریم کاکا جان این خونه مانه بابا کجا خونه ما نگاه که نداری چه خونه بگت کردی خب ما با کجا بریم کاکا جان بر قبرستونی میریم بری بر ترتیلی میریم بری ما را خونه ما بیرون میکنیم بریم برات کار خوریم زبون نکن یک کار یک دفعه شمانه 2 دفعه شمانه سال بام 12 ماه دست شما بسته بون حالا بریم بابا ما بریم بریم تیز بریم نمون که دیگه چهره شما رو ببینم بریم فقط این کار یک دفعه از اینا 2 دفعه از اینایه سال با 12 مگر برند باشون بچه به می جوانی جخ میکنی 40 دفعه در کنی جخ میکنی ورده میخزه اتنبلی فرق به بین کفر اسلام همینه که نماز بخون روزه بگیر زکات بده سرسای روزه بده
30 سال میشه مادر شما بخونه منو. به 30 سال من ندیر که نماز قضا شه. از شما بار آخر شما باشه. گیتا اگر ببینم که نماز شما قضا شه، شما رو دل گیلگه خونه رخصت نکنه که. خیرت باشه تو ماجرا تو سو وقت ببین ماما رو به در کرده. چرا چی خاطر ماما جان؟ خاطر اینا نماز نخوندن. خاطر نماز نمیخونن ماما جان؟ چی میگه؟ راست میگه؟ بیار مرجع کلمه هم بخیر مونده علاق بودم بخیر موندم. انا چای بخورم بعد تو زن تو اگه دیگه بزی سرا دیدم لنگاشو مال میشکنم پاهاشو مال میشکنم. سعی کن گیلک جان اگر راست پرسان کنی اونا حق به جانبن. نماز خور باید بخونی. نماز ستون دینه. تو فکر کنی یک خونه که ستون ندیشته باشه استاد میشه؟ نمیشه. گفتم دیگه نیای. خیر باشه ما زنگ میزنم برای اینا. مشکل نداری مشکل شما حل میکنم. تو اهلاز قانونی نکنی خدایی مگر نماز خور بخونی. یک رکعت نماز نباید قضا شه. دوما جان پیار تو گپ بی جای نمیگم. گپ منطقی میزنن. من تنبلی میکنم. تنبلی دیگه او شیطونه که تو رو نمیگذاره. هم صبح میگه بخزی شیطون میگه بالا سر تو خلاصه تو اکثر میگه کی حاله بخزه باشه هن 5 دقیقه 10 دقیقه ور میخزه من باشه که همین هفته وزن. لعنت به شیطان لی. شیطون باید لعنت کنی تو. لعنت به شیطان. زنگ نزنیم که اعصاب خراب بریم مثلا اینا. سلام بریم آب. خب من میرم مصرفش تو برو بخونه برو. چای ما بخور اگر من میرم بخونه. بریم که پیار تا بیرون نشدم بگی. خب من میرم میگم بریم. تعمیر خود من. نه دیگه برو گمش اعصاب خراب باشه. تو برو میرم خودم صحبت میکنم. برو بخونه برو. بگیم گله گفتم من بد کردم دیگه نماز خور میخونم. 5 وقت اگه خود شما به جماعت نرفتم. مقصد من یک گپ به تو میگم گیلک جان. خب من خود اینو گپ میزنم به شرطی که دوباره اشتباه تکرار نکنی. من خود اینو گپ میزنم. فهمیدی؟ نماز خور بخونه. گپ بعد که با تو نمیگم برو کار کو بیا که بعد گام بخورم. میگن نماز بخون. نماز که ستون دینه. برو بخیر بریم. برو بخونم میرم چی میکنم. بگو که چای ما دم کنم. نه تو برو ماجا بخونه برو میرم بخونه. ایت یک ثانیه دیگه می دو ماه شما نباید بخونه باشه. سعی کنیم کوکو جان یک موضوعی هست که شما نام خدا دارم کلان مشیاریم راست میگیم شما حق به جانب مامور خیلی باری گفتم کار درست نیه. ما و شما میفهمیم که نماز ستون دینه بالاخره باید نماز بخونیم. ما و شما دیگه چی داریم؟ خدای پاک با ما همین چند رکعت نماز بگفته که همین نماز خوب باید بخونیم به جا بیاریم. فرق بین کفر اسلام همین نماز نه. میگه همین پای بری بگفتم دیگه بالاخره شما ما بزرگواری خود خوب ببخشین خیره دیگه بابا جان آخی کار یک دفعه 2 دفعه 3 دفعه چند سال میشه که این جای که عروسی خود کرده این اصلا یک رکعت نماز نمیخونه. همون باز بچی نادون فرض مثلا هم صبح جیغ میکنم خودم جماعت استاده رمضان همیته او فقط تنی گمیشه میمونه هم که قرار درست کردی خور 40 دفعه میرم در خونه تک تک میکنم برده میخزه. این کار یک دفعه نیه 2 دفعه نیه دیگه مقدار سر به جو شما دیگه گفتن بسیار دیگه. کاکا جان سعی کنید شما گپ به جای میزنید. همین گپار من برای بگفتم فهمیدیم. ولی یک موضوع هست دیگه بالاخره حال اشتباه سر زده اینا کمک جوانتر و جاهلتر هم بیعقلتر هم فکر این گپار نمیکنن. فهمیدیم؟ اگه فکر این گپار بکنن خب قانونی باید نماز خود باید بخونن. خدای پاک ما و شما امر کرده که نماز بخونیم باید بخونیم. بله ما و شما دیگه چیزی نداریم. برای کشت آخرت دیگه چیزی نداریم. همین نماز و روزه و قرآن خوندن و دست خیر دیشتن و مردم دیگه چیزی ندارن دیگه ما و شما. دیگه چی وظیفه داریم ما و شما؟ میفهمم این گپار قبول دارم بالاخره اونا جوان‌جال‌تر هم فکری گپار رو نمیفهم که با فکری گپار بکنن. کاکا جو من خلاصه گپ گفتم هر وقت که از مردم بشینه که بچه‌م 5 وقت نماز خون او خونی دیگه تو یک ثانیه دیگه با خونه خورام نمیدم تو نماز نخونه یا لفتن لینا خورم داره بخوره. خیر باشه مشکل نداره کال تو کمک او هم
دیگه من دیگه سردل ندارم که 24 ساعت برم در خونه تک 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 وقتی نماز و غذا میشه. راست بگیم، شما هم راست تا میگیم. به کی بگم کوکو؟ درسته. پس ما یک کار میکنم، من فعلا برای اوام خونه با مسارا خود ما یک خونه برای خیلی میکنم. یعنی وسیله خورده رو بیارم اونجا. باز تا کمک شما مثلا خوی خود تابعیم بالاخره هم کمک گفتم راسته هر شده، وقت راسته از شده. مردم بشنیدم کمی گلگنم به 5 وقت نماز خود به جماعت میخونه بیای خونی زندگیو کوکو چی بگم؟ من دیگه نه سردل ندارم. گفتم دیگه به مردار نمونده، دیگه به من صبر و حوصله نمونده. خب کلمه مای بتر گفتن بسیار دیگه زبان نمو بدر کرد. راست میگی. سه مشکل نداره کوکو جان دیگه. پس همین دیگه با شما گفتم ما فعلا یک خونه برای خالی میکنیم. اختیار خود داریم دو ماه چمون هر تا یک چند وقتی باز پس همین خونه نه زندگی نه خونه شما و خونه ما نداره کوکو جان، هیچ فرقی نمیکنه. به من فرقی نداره. خب خیر باشه، کار خدمت کوکو جگر. چای میخوردیم. قربان شما، زنده باشه. خوب. سلامت شما. خوش خدا آمد. حافظ شما. سلام. خوش آمد. خدا حافظ. خوش آمد. یام بیام آدم گپ مفت میزنه. برو کوکو برات کار خورو. دوماتون اختیار خود دومات خیرقن زندگی میکنی زندگی کو. من نمام تو بچی بی نمازه.